سرخط خبرها. رد نگرانی ها درباره سلاح‌های جا مانده امریکایی در کشور. سخنگوی وزارت داخله میگوید سلاح‌های جا مانده امریکایی زیر کنترل است. تجهیزات نظامی که از گروه اشغالگر و ما به طور غنیمت مانده، این از منافع امنیتی کشور است. کمک 126 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغانستان، پاکستان و ایران. این مقدار کمک به هدف توسعه زیرساخت‌ها در این سه کشور هزینه خواهد شد. حمایت از اطفال و حمایت از قشر آسیب دیده افغانستان نیازمندی‌های بسیار زیاد است. ادامه برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه. روز گذشته بیش از 2000 مهاجر از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. و امضای منشور شورای صلح غزه توسط ترامپ. کاخ سفید میگوید تاکنون حدود 30 کشور به هیئت صلح غزه پیوستند.